ما هر بار برای انجام کاری از فعل نمیتونم استفاده میکنیم، راه رسیدن به اون هدف رو روی خودمون بستیم. بیان مثبت در واقع اندیشه مثبتیه که شخص مرتب با خودش تکرار میکنه. بیان مثبت به ما اجازه میده فکرای خوب و به ضمیر ناهوشیار بفرستیم و احساس عملکرد بهتری داشته باشیم. درسته، ممکنه کار ساده ای نباشه. ممکنه وقتی به ضمیر ناهوشیار کلامی مثبت میفرستید صدایی رو بشنوین که مدام زمزمه میکنه احمق، اوضاع خرابه، چی میگی؟ بهش توجه نکنید. اونقدر بیان مثبت رو ادامه بدین تا توی ذهن ناهوشیارتون ته‌نشین بشه. برای استفاده از بیان مثبت باید از چند اصل پیروی کنید. اصل اول، ذهن همیشه به طرف همون چیزی حرکت میکنه که بهش فکر میکنی. پس مدام تو افکارتون از افعال مثبت استفاده کنید. اصل دوم، با گفتن و نوشتن بیان مثبت تأثیرش رو 2 برابر کنید. اصل سوم، تکرار و باز هم تکرار. اونقدر بیان مثبت رو تکرار کنید تا به نظام عقیده‌ای شما تبدیل بشه. یادمون باشه کلمات برای احساس و افکار ما تأثیر میگذارن. افکار ما رو نوع بیانمون تأثیر میذارن و احساسات ما روی بیان و افکارمون تأثیر گذار هستن. پس این 3 رأس مثلث رو جدی بگیریم و شروعی تازه برای خودمون رقم بزنیم. برای این شروع تازه در کنار بیان مثبت اصل دیگه‌ای هم نیاز داریم. اصل شکرگزاری. یادمون باشه برای احساس خوشبختی باید قدردان داشته هامون باشیم. علاوه بر منطق دینی، منطق علمی هم میگه ذهن انسان مثل آهن رو باز. پس اگر مدام برای داشته هامون خدا رو شکر کنیم، این داشته ها بیشتر میشن. شکرگزاری هم نوعی بیان مثبته. بیانی که به افزایش خوشبختی کمک میکنه. وقتی سپاسگزار نعمتهای خدا باشیم، در اصل روی خواسته های مطلوب تمرکز کردیم. وقتی زندگیمون رو سرشار از موهبت‌های الهی ببینیم، موهبت‌های بیشتری به زندگی ما جاری میشن. چرا؟ چون زندگی بخشنده است. فقط ما باید یاد بگیریم که چطوری درخواست بدیم.